السلام علیکم. و علیکم السلام و علیکم السلام. نقص هستید؟ شکر. اکای ظریف همون علافهای گفتگی تا گرفتی؟ گرفتم. رحمت. مرحمت به طرف ما. میشود. سلام. بیایید البته. تشکر. خوب خیر. السلام. مهربان. تنجی؟ چی خیل؟ سرت خام. دادا مهمونی امروز آمده پای قدم نکرد. شرمنده شد و برآمده رفت. چی مهمون؟ چه مهمون؟ شرمنده شد گفتی؟ همون جوانی که 3 روز پیش همراه 3 موی سفید آمده بود کو؟ من خودم او را دعوت کرده بودم. کو وای؟ من دادا وای نقص پیشواز گرفتم، در خانه خودتون جای کردم، دست در خون کشودم. همین وقت بود که کلینی کلانیتون از کیم کجا آمد و غوغا برداشته او را پیش کرد. کلینی کلانی؟ ها کی شد دیگر؟ که فریاد کن وای کلینی جنجالی تا. کلین لبای اینجا بیا که کجایی تو؟ ها چی شد؟ ای امک شما دوزده مونده پایش رو نگیرید. من مهمانتان رو پیش نکردم، با خدا که پیش نکردم. دروغ میگوید، روی شسیو میکند این مشرف. صغیره وای مهمان رو پیش کرد. ها تو چه این رو میگیری گفته مهمان رو با سنگ زد، همه این تریزه ها رو شکست، حولی رو خاک پاشک کرد. باور نمیکنید انا رفته تریزه ها رو بینیده، همه شکستگی. این رو یک من نه همه دیدن. توبه کردنه در این خانه من روز ندارم. اینجا بیا. چی گپی که شود باری من میکنن. اینجا بیا میگو. در این خانه نخوردگی بیرون. فقط زر. اینجا بیا. بر پدرت لعنت. اینجا بیا. اینجا بیا میگم. نزنید رو. وای گناه ندارد. نزنید دادا. نزنید میگیم. نزنید رو آخی. وای گناه ندارد. امک. آها حاضر. حاضر. السلام علیکم. شما کجا بودید؟ شما کجا شده ده؟ من برای شما شده قریب بود که این تمامی اهل خانواده را زده کشته بودم. احمق ها کثافت ها. داره مرحمت. شکرویتون با دوری کلان باشده؟ با کجا این خبر نسید؟ نه سفید دیدی؟ هد جوار هد سنه هد نه گیر تیز بار
حضرت آن آیت دیگه هد جوار ها هد برای می روزی مرادی خوجاین شما را کلان کردیم هس رفت جای نوبین عروسی نوبین خوجاین با میقدر دو دوستکش گاوی گوساله‌دار گرفته است اینجا بیا حسین بیا اینا من باید میگیرم بیا تست بیا جوار را کمی خوجاین هم میبینی چی خدر ملقی؟ من گپی خلق میگم خوجاین مردم میگد دختری خانه رو مانده یک زنی دو بچه دار رو گرفته است من هم گپی آنها رو میگویم بقیل اینکه دختری خانه زورش نرسیده است هیت با ککنداری راضی شده است میگویم گپ در سری پوری قلین نب ملایم خنوک من چی میگم خوجاین من چی میگم من همین رو میگم که گپ در دلی برهم خوجاینی من است یعنی دلی برهم دارد صغیره پرور است گاوی گوساله رو برای همین هم گرفته است که نامش با صغیره بانی مشهور شود آنم میگه گفتم لیکن مردم باشد چی میگویند فقط طرفی بدشان میکوبند میگویند که بلا صرفه کرده خوجاینت صدقه نوی مردی شود میگویند همین مردم میگویند با خود حسین بیا نگی تستر اینجا بیا دارین اصلا گوشو لعنتی همه که سوخت و پیاز انداختن میگیرم آبا بیار چای جوشید بله تستر با این طرف آنام طرف بردار جان بردار های دخترم مان آنها درآیند بینند حسد برند سوزند چشمشان ماش بر این گشاده شود انا نگاه کنید بخچه های لباسش را گشاده بینم 10 تا لباس قیمتی فقط اطلس انا زر لیلا انا خان اطلس برگ کرم پانبخت سیمدار و بیسیم انا نگاه کنیدتون رنگ و برنگ ها الهی نمده دخترم نصیب کنه آشا بیار چی میگویی؟ رو از اینجا دخترکم جانک اوچه به جای خوب افتادی از پدرت خرسند شو دخترکم از پدرت داماد هم آدمی بد نیه به دولت و به آبروی دیه یک پهلوانی خوشقد و قامتی به جسه برنادیل خرسند شو دخترکم خدا بختت تید
مهربان جان تو باز در خانه های آدمان بیگانه جنجال نبرداری با چتزیق نکن به معنی به آداب شو خوب های جان بابا اکی نعمت الله خان لبه شما را میپرسم رو بچه بوزی کن امک بچه اینجا بیایید چگه پسرم؟ نبیرتون رو خودتون نگاه کنید خودتون سرشته کنید نشونیدم چی گفتی؟ من میگویم که انا همین بچه رو به خونم نمیبرم اوه وای فرزند خودت کو خواهرش هم اکنون فرزندت میشود و این چکل میشود تو اونها رو سرشون رو سیله کن ثواب میگیری و این کارت خوب نیست بچه غمی مرا نخورید فرزندای خودم هستند به دنیا میارزیدگیند فهمیدید میشگونه جانگیر بچه او در وقتش سودامونی که نبود کو بچه ماخر تو میدونیستی چه سودا؟ وای زنه کودک دار است مایلش من زنم رو با دخترچهش میگیرم باز چی میخواید؟ اوه بچه کودک رو از مادرت جدا کردن او بال است بچه او کودک زیق میشود هیچ بالون نمیزند من این بچه رو نمیگیرم عبدالشکر بچه باز چی؟ اون کودک عالمکور نه یک برده نان بوده است دختر وای شکری زمانه سری پوری ارزانی تو ضرر نمیبینی وای باور کن وای دستیارک شده مانده است امک گپ درباره چی خوردن و نخوردن کودک نمیرود شما ما رو کی خیال کردید کی خیال کردید مال و دولتی که من دارم به همه اهل قشلاق گل خیری میرسد مرا طعنه نزنید این مردم چی میگوید مردم قشلاق زنی به کودک را گای گوساله‌دار میگوید باز که عبدالشکر گای گوساله‌دار آورده است باز این پسرش یک کثافت جنگره بس کن تو بچه من کثافت جنگره نگوی فهمیدی حق نداری رفتیم بچه من به تو به هیچ کجا نمیروم رفتیم تاجدی اینجا بیا گوش کن آمده در سری روانه کار رو رسوا کردید این جنجال رو باید پیشتر حل میکردید این نخواهن اختیارشون مال و ملکی مرا همش رو برگردانن من از راه نیافتم آب داده باشم اکنون روغن میگیرم ایستا عبدالشکر تیز نشو گردن شیطان شکن و از راحت برگرد میرویم چورپایی کیم کدام ستنگ را من به خانه برده بانی نمیکنم من هم مرد من هم ننگ و ناموس دارم عبدالشکر آخر وای زن نیکویی خودت وای با تو بیگانه نیست و در فرمان خودت سخوصی من نشو در را مصلحت کن با یک خلاصه بیاید با یک دو گفتن زندگی پیش نمی رود اگر اکی کلانی شاه نظر می بود یک جنجال سخت می شد دخترم نه نگوید راضی شوید به جای خوب میافتید روزی نیک میبینید دخترم مردم به ما چی میگویند راضی شو ها گوید اپا جان التماس خدا و شکر گوی مشرف اینقدر ناز نکن بیوه که شدی بدون چه باشی راست دخترم خدا خواهد خوشبخت میشوی غم بچه هایت رو نخور من حالا زنده آنها رو خودم نگاه میکنم همین طور نه؟ ها؟ امک من هم شیر آدم خوردم عقل دارم این بچه اگر در خانه شما هم باشد خورد و خوراک و سر و لباسش به گردنم بعد قشلاق ما آنقدر هم دور نیست بگذار در یک روز آچهش اگر خواهد 10 بار آمده رفتن گیرد من نمیکنم میفهمم اگر پیش بچه‌ات نرو گویم رویم سیاه بود با من باور کنید من راضی تو بچه جانم در خانه بیاد مون میلش من هر روز آمده تو رو خبر میگیرم میلش آچا مرا نبردوید امرای خود بره
من به شما چی کار میکنم؟ السلام ماما جان. و علیکم برسلام. نغزی مهربان در کجاست؟ مهربان در خانه خواب است و چند بار قلف کرد. چی؟ در کجا؟ انا در اون خانه. ته نوبت من. اومدی دخترم؟ وای کی اومدی؟ نوکاک از عمرم دخترکمی کی اومدی؟ خیال کردم شوخی کردی لیکن کاری نغز نکردی دخترم. حق همسایه ها این مردم میخندند آخر. من خودم با آب و عزت رو دعوت میکردم، خانه طلبان میکردم. اوچا جان بچم رو تنها موندید، در از بلویش محکم. خیر هیچ گپ نشده است. خیال کردم که خودم برای نگاه و بین میکنید، غمش رو میخورید. بیچاره تنها مونده است. تو غمی خودت رو خور، یک به خودت نگاه کن، رنگ در رویت نمونده است. مهربان، مهربان جان بیدار شو بچم. خیز بچم خیز. مهربان
اوچا جون شد جونی اوچا شد جگرکی اوچا مشرف جان ای دخترم درازی؟ ای خیز به خانه شوهرت رو ای او به عروس شدنت یک روز نشده است ای بس دخترم خیز بچم خیز رو او شوهرت چی میگوید ای بست قهر میکند نزنی دخترکم خیز قهرش بیاد اومدن گیرد چو کنم ای چه خیلی قهرش بیاد اومدن گیرد این خیلی نگو دخترم نصیحتم رو گوش کن مرد شاه است و زن وزیر مرد زن است فهمیدی دیلش رو یاب ای دغل است چنون دغل کی ایوه دخترکی گلمه دخترکی ساده کمی او همه مردها دغل همش انا پدرت رو بین پدرت هم دغل خیز دیلش رو یاب و مهربانی کن بعد دخترم مرم تو با دخترم بیا گیر خیز مهربان جان بیا چطور گسل میکنیم خیز دخترم آخه جانی اوچه خیز من شرمنده نکن خیز جان زنک لابای کو اینجا بیا کو زورت میرسد بیاره کور بچت کنی؟ نه ها السلام دادم نقص با تو معقول شد انا یک خنده رو گیرو رحمت یک جویا با خواهرت بازی کن دخترک های دادا بازی کنید ما اینه بین اینه گیر خیر مایلش من راضی بچه‌ات رو هم بیار لیکن بی‌ادبی نکند با بیرون کمتر براید میفهمی از طعنه مردم میترسم اگر شنوم که عبدالشکر ککندار شده است گویند از خودت گله کن آن وقت بچه‌ات را زده از خانه پیش میکنم
مهربان مهربان دادا جان گلی سال جانم تو چه بچی؟ سوز عرق نوشیده دادا دیگر عرق ننوشه میبخشی بچه دیگر نمی نوشم میجگان در کجا؟ میجگان همراه اوچم مشو دادن و قشلاق همسایه بردن شما برای چی ما را پرداختید ها؟ شهناز را گرفته بچه من از شهناز جدا شدم اکنون من تنهایم چی؟ جدا شدید؟ بچه من تو را با خود میبرم البته میبرم من کار میکنم پول گرفتم چه؟ ماهد خوب بچه برای خودت یک آنچه میخرم